بینندگان عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و ما در این برنامه کوشش میکنیم پیرامون دیگر داستان‌هایی که تا این زمان پیرامون آنها قصه نکرده ایم برای شما معلومات داده باشیم و در مهمانی ما هستند نامزد علم‌های فیلولوژی مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بهروز ذبیح‌الله. شما را به برنامه خیر مقدم میگم. تشکر فراوان. خب در داستان پیشین ما پیرامون زمان پادشاهی اسکندر صحبت کردیم و تا آن زمان آمدیم که او به بیماری گرفتار شد و از دنیا درگذشت. خب میخوام صحبت رو از همینجا ادامه داده باشیم. یعنی بعد از سر اسکندر چه سرنوشت بر سر ایرانیان آمد و تخت پادشاهی ایران به دست کی رسید؟ بسیار سوال مهم و ما گفتیم که اسکندر در بابل به بستر مرگ افتاد و او نصیحت کرده بود که او را در مصر یک شهر در ساحل رود نیل بنا کرده بود با نام اسکندریه که هنوز هم این شهر در مصر با همین نام واقع است، وجود دارد، در آنجا دفن کنند. و یک سوال مهمی دیگر مانده بود که در برنامه گذشته ذکر کردیم، از همان شروع میکنیم که اسکندر بعد این تاخت و تاز و تاراجی که انجام داد و جهانگشایی که انجام کرد میدانست که بعد از این دشمنان زیاده پیدا کرده است و امنیتی کشورش روم، امپراتوری روم در خطر است و او نگران بود و پیش از مرگ به ارسطاطالیس استاد خود نامه نوشت و چاره‌جویی کرد که چیکار کنیم که از همین خشم و کینه که علیه رومی ها وجود دارد کم کنیم. و او با او نصیحت کرد که باید سیستم شاهنشاهی که دولت های متمرکز مثل ایران، مثل مصر، مثل هند، مثل چین داشتن، این سیستم ها را برهم بزنی و دولت امیرنشین ها تشکیل کنیم. در مرزهای مثلا امپراتوری ایران زمین دهات امیرنشین تشکیل کن که آنها همیشه با یکدیگر درگیر شوند و خیال یا قصدی تصرف روم را در سر نپرورند. و او از همین شیوه و حیله استفاده کرد و در ایران زمین سیستم ملوک توایفی هم میگویند که در هر یک منطقه یک امیر یا یک خان حکومت میکرد و همین سیستم را در ایران زمین جاری کرد و گفته میشود که تا 200 سال همین نوع سیستم در ایران زمین حاکم بود. مثلا در فارس یک امیرنشین داشت، رای یک امیرنشین داشت، در تیسفون یکی می نشست، در قفقاز یک امیر دیگر بود و اینها از بس که اقتدار قوی برای حمله کردن به کشورهای پیرامون خود را نداشتند، بیشتر با یکدیگر درگیر می شدند به خاطر هم وسیع کردن سرزمین های خود، هم به خاطر منفعت، هم به خاطر باجستانی. خلاصه همه این کشورها را با یکدیگر درگیر کرد، امیرنشین ها را، و همین گونه روم را از حمله و تجاوز دیگران ایمن نگه داشت. خوب استاد، بعد از سر اسکندر در روم، در شهری که مثلا خفی مثلا هجوم بعضی دشمنان اسکندر در آنجا بود، کی صاحبی میکرد؟ مطابق نصیحتی که خود اسکندر کرده بود به مادرش، گفته بود که اگر از روشنک اگر پسر تولد شود او جانشین اسکندر می شود و اگر دختر تولد شود به یک از شاهزاده های رومی او ازدواج کند و تا زمان نسلی که نرینه از اسکندر پیدا شود یک فیلقوس، یک قیصر در آنجا حکومت خواهد کرد. این همون معلومات است که در شاهنامه به همین گونه آمده است و البته قیصر روم همیشه بوده در آنجا و جانشین داشته است اسکندر که حکومت کند. خلاصه با همین شیوه اسکندر خواست روم را نجات دهد. بله. خوب استاد، بعد از اون اشکانیان، سلاله اشکانیان یاد می شود در شاهنامه، اینها که بودند و در ایران تقریبا چند سال حکومت کردند؟ درست. درباره سلاله اشکانیان در منبع‌های تاریخی معلومات دیگر است و آنچه که در شاهنامه آمده است خیلی مختصر است. زیرا که اشکانیان گفته می شود که اینا از آریایی هایی بودند که از همین آسیای
میانه برخواستند. بر اساس گزارش های تاریخی اینا قبیله هایی بودند که از ساحل رود جیهون تا بحر خزر کسپی زندگی میکردند و اساسگذار همین سلاله اشکانیان که ارشک میگفتند یا اشک خوانده می شود در معلومات دیگر، در شهر نیسا که امروزه در حدود ترکمنستان هست در همانجا تاجگذاری می کند و قبیله سکایی ها را شکست می دهد. بعد می رود به سمت ایران غربی و سلجوکی ها را شکست می دهد و دولت پارت ها را تشکیل می کنند اشکانیان که در اروپا و در غرب با نام دولت پارتی یا پارت ها بسیار معروف است. این آغازی در منابع تاریخی گفته می شود درباره اشکانیان و باز یک تضاد دیگر بین آنچه که در شاهنامه و منابع‌های تاریخی هست این است که در شاهنامه بیشتر درباره همین قدرت امپراتوری اشکانیان کمتر صحبت شده است، در حالی که بر اساس منابع تاریخی اشکانیان موفق می شوند که یک امپراتوری بسیار قدرتمند تأسیس بدهند. از جمله در زمان مثلا حکومتداری مهرداد اول و مهرداد دوم این میگوید که بسیار به قدرت کلان تبدیل می شود که مرزهایش از خلیج فارس تا قفقاز و تا امپراتوری هان چین و هند می رسید. خود فردوسی این روایت رو از قول یک داننده و یک حکیم از اهل چاچ روایت کرده است که چاچ تاشکند امروزه است، یعنی این هم منبعش از آسیای مرکزی است. چو دارا بر عزم اندران کشته شد، همه دو در روز برگشته شد. پسر بود مرو را یکی شادکام، خردمند و جنگی ساسان بنام. در اساس روایت فردوسی بعد از فوت دارا، کشته شدن دارا، گفته می شود که از او یک پسری داشت است با نام ساسان و این ساسان به هندوستان فرار می کند و همین گونه به شوبانی و پنهانی زندگی می کند. 4 نسل از اینها بعد از فوت ساسان پسری دارا از او فرزندی به دنیا میاد که او رو هم ساسان نام میگذارند و تا 4 سلسله را همین نام ساسانی میگذارند تا اینکه 4مین ساسان میآید به طرف پارس به ایران برمیگردد که در پارس بابک از اشکانیان حکومت میکرد و او در پارس میاد و به نزد شوبانان سرشوبان بابک میرود و از آنها میخواهد که شما خدمتگار نمیخواهید، یعنی میخواهد که کار کنه در آنجا و او رو میپذیرند همچون شوبان در دربار بابک خدمت میکند. دیگر اینکه در خود فردوسی برآمد آنها را میگوید که اشکانیان خود را از قوم آرش کمانکش میگفتند و در منبع دیگر ذکر میکند که خود را به قباد کیقباد ارتباط میدادند و که در پهنهای گوناگون ایران بعد از شکست اسکندر پراکنده شده بودند و حالا به عنوان خان و امیر در سرزمین های جداگانه حکومت میکنند که یکی از همینها بابک بود. بله. بر روایت شاهنامه میگوید که شب بابک خواب میبیند و خواب میبیند که آتش زردوهوش در دست ساسان است و او را به 3 گونه روشن نگه می‌دارند. آتش زردوهوش در حال روشن شدن است و او دیگه معبران ستاره‌شناسان را دعوت میکند و تعبیر خواب خود را میپرسد. پس از 3 روز تحقیق آنها بر او میگویند که همین ساسان در آینده پادشاه ایران می شود و بابک خرسند می شود و ساسان را میارند دعوت میکنه به دربار و او از نژادش میپرسد که ساسان از ترس قائل نمی شود، پنهان می دارد و بعد اصرار که می‌ورزند
ساسان میگد که شما اگر ضمانت دهید که جان من در امان باشد، من راستش را به شما میگویم. تا اینکه بابک ضمانت به او میدهد و او بعد آشکار میکند که من ساسان هستم، نبیره دارای بزرگ هستم و از نبیره های بهمن اردشیر فرزندی اسفندیار، که بابک بسیار خرسند می شود و گریه می کند که وقتی می‌بیند این از نسلی از نژادی اصیل اجدادی آنها یکی پیدا شده است و او را به گرمابه می فرستد، لباس ها و خلعت شاهانه می دهد، یک کاخ برای او می سازد و دختر خودش را با او خانه‌دار می کند و از ازدواج ساسان چهارم با دختر بابک پسری به دنیا می آید که او را اردشیر نامی نهند که در میان مردم با نام اردشیر بابکان معروف می شود. و این پسر را خیلی در دربار با همه ناز نعمت کلان می کند، از فرهنگ و خرد و دانش و رزم و از همه چیز آماده می شود. یک جوان بسیار شایسته به کمال می رسد که اما فر شاهنشاهی در پیشانه او وجود داشت. خوب استاد، یک شخصیت دیگر یاد می شود با نام اردوان. او کی بود و چی اختلاف بین اردشیر بابکان و اردوان جای داشت؟ خب اردوان او هم از اشکانیان بود که در ری حکومت میکرد و قدرتمندتر بود. اردوان وقتی که معلومات اطلاع پیدا میکند که اردشیر خوب در دربار بابکان یک جوان بسیار با فضیلت جنگجو و دلاور شده است، و بابک که در استخر پارس حکومت میکرد نامه می نویسد و از او خواهش میکند که اردشیر را به دربار اردوان بفرستد. بابک بسیار غمگین می شود ولی ناچار اردشیر را با تحفه های فراوان به دربار اردوان روان می کند، نصیحت های فراوانش می کند و از اردوان می خواهد که او را همچون یک شاهزاده قبول کند و محافظ او باشد، نگهبان او باشد. اردوان اردشیر را میپذیرد در دربار و او را مثل فرزندان خودش نگاهبین میکند تا اینکه روز آنها به شکار میروند. اردوان با فرزندانش و اردشیر هم در پهلوی آنها هست، به شکار گور میروند در صحرا که اردشیر یک گورخر را شکار میکند. در همین جا بین او و فرزندی اردوان بهمن مناظره و مشاجره رخ میدهد، چون بهمن میگه که این گورخر را من زدم، اردشیر میگه که اون من زدم. پس اردشیر به اون میگه که اگر اینقدر زورمند و توانا باشی، گورخر در این صحرا زیاد است، بیا یکی دیگر را شکار کن تا بهانه‌ات قائل شویم. و این سخن طعنه‌آمیزی اردشیر باعث ناراحتی اردوان می شود و او را سرزنش و نکوهش می کند که این عیب من است که شما را صاحب کردم، در دربار مثل فرزند خود نگاهبین کردم و امروز اکو شما به فرزندان ما طعنه می زنید و دستور می دهد که او را در استبل خویش زندانی کنند. همین گونه برمیگردد و اردشیر در استبل اردوان مدت زندانی می شود. بعد از این گفته می شود که اردوان یک دختری بود در کاخش که گلنار نام داشت و تمام تدارکات کارهای دربار را برای اردوان این دختر انجام میداد و یعنی یک شخصی با اعتماد اردوان بود، هم در تهیه غذایش، هم در تهیه خوراکش، هم در آراستن قصر کشکش. این گلنار مسئول بود، آدمی نزدیکی او بود. و میگه که یک کاخ بود اردوان را بلند، به کاخ اندرون بنده ارجمند، که گلنار بود نام آن ماهروی، نگار پر از گوهر و رنگ و بوی. همین گلنار از کاخ خودش به باغ نگاه میکند و اردشیر را جوان زیبا چهره را میبیند و عاشق او میشود و شبانه با ریسمان از کاخ
فرود می آید، به نزد اردشیر می آید، با او آشنا می شوند و خلاصه به هم نزدیک می شوند تا اینکه روز در اردوان خواب می بیند. یک خواب می بیند، او هم معبران را دعوت می کند، ستوره‌شناسان را، و تعبیر خوابش را می پرسد. آنها می گویند که جوانی در استبل شما زندانی است که روز شاه قدرتمند می شود. و این گفتگوزارها که در کاخ بین درباریان میگذرد، گلنار هم میشنود و شبانه نزد اردشیر میاد و این رو روایت میکند و او پیش بینی میکند که شاید برای شما یک ضرر وارد کنند، باید که از اینجا فرار کنیم. و او هم از گلنار میگوید که با من قصد فرار داری. گلنار راضی میشود. بنابراین گلنار میرود در کاخ. گفتم به همه گنجورهای پادشاه دسترسی داشت. زر و زیور و زیورالات لازم را جمع کرده. یک شب پنهانی می آید به نزد اردشیر و شبانه 2 نفره از دربار اردوان فرار میکنند، میگریزند. اردوان بسیار خشمگین می شود و با لشکر آنها را تعقیب میکند و آنها ولی به آنها نمی رسد تا به یک شهری می رسد و از مردم می پرسد که 2 سواره را با یک دیگر دیدید. و بعد از وزیران اردوان به او نصیحت میکند که پیگیری ما، تعقیب ما سود ندارد، بهترش به بهمن فرزند اردوان که بعد از مرگ بابک در تخت در استخر در پارس او را حاکم تعیین کرده بود، به اون نامه بنویس تا او اردشیر و گلنار را بازداشت کند و به ما بسپارد. و او همه کار را میکند و برمیگردد خودش به رای. و قصه این می شود که وقتی اردشیر با گلنار به نزد یک دریای می آیند و میخواستند از آنجا بگذرند که ملاح آنها را میشناسد. همین ملاح میداند که این از همون نژاد دارا است و رفته از همون مردمانی که از اولاد دارا بودند در سرزمین پارس اونها را آگاه میکند که میگوید یک گروه آمدن، جمع آمدن و اردشیر را دیدن و بسیار خرسند شدند و گفتند که ما در اطرافت متحد میشویم و دوباره تخت شاهنشاهی دارا در ایران برقرار خواهیم کرد. که هر کس که هستیم با بک نجات و دیدار و چهره تو گشتیم شاد، و دیگر که هستیم ساسانیان ببندیم کین را کمر در میان. و 2 گوهر از هر کسی برتری سزد بر تو شاهی و کنداوری. از آن طرف یک از سرلشکران بهمن که در استخر حکومت میکرد، او هم با 7 پسرش به طرف اردشیر میگذرد و در جنگی که بین اردشیر با بهمن فرزند اردوان رخ میدهد، بهمن شکست میخورد و اردشیر استخر و ولایت فارس را تصرف میکند، به دست میگیرد. این مرحله اولی پیروزی اردشیر در جنگ با سلسله اشکانیان بود. یعنی که همون وارثانی که مثلا از دوره دارا در همون سرزمین ها بودند، با کمک آنها متحد شدند. متحد شوی آنها اردشیر میتواند که بر مخالفان خود غلبه کند. اینا متحد میشوند و این پیروز میشوند. و بعد جنگ با خود اردوان شروع میشود. با اردوان شروع می شود که 40 روز بر اساس روایت شاهنامه ادامه پیدا می کند و در این جنگ عاقبت اردوان شکست می خورد، اسیر می افتد به دست یک از سرلشکران خراد و او را به نزد اردشیر می آورند و اردشیر دستور می دهد که او را با شمشیر 2 نیم کنند. و گفته می شود که در پارس یک شهر بنا کرد و با او شهر آبیاری کرد، دهستان و باغستان های خوب در آنجا بنیاد نهاد، آبیاری کرد و بعد این شهر را شهر گور نامید و این شهر معروف می شود. بعد او قصه روایت همین اردشیر جنگ با کردها شروع می شود، بعد با هفوات شروع می شود که عاقبت بعد از قصه پیچیده که صورت می گیرد، خلاصه اردشیر به هم بر کردها
غلبه میکند، هم پهلوان هفواد را شکست میدهد. خلاصه این دولت را متمرکز میکند. میتونه یک دولت بزرگ تشکیل کنه؟ بله، طبق این به همین واسطه اردشیر سلسله ساسانیان را تشکیل میدهد. فردوسی میگوید که بر روز کجا سخت شد کارزار، همه خواستند آنگه زینهار. بیامد ز قلب سپاه اردشیر، چکاچاک برخاست و بارانی تیر. گرفتار شد در میان اردوان، بداد از پی تاج شیرین روان. به همین بعد کشته شدن اردوان حکومت اشکانیان زوال می‌یابد و آغاز حکومتداری ساسانیان شروع میشه. همین است که در تاریخنامه ها آمده است که اشکانیان هم موفق شدند که یک دولت قدرتمند تأسیس دهند که مرزهایش گفتیم طوری در اول برنامه گفتیم از خلیج فارس تا قفقاز و تا چین و هند می رسید. اما در شاهنامه ذکر اینها نرفته است چون خیلی مختصر است. بله. چون تاریخ اشکانیان تاریخ کوتاهی نیست. اینا حدود 500 سال بر ایران حکومتداری کردند. اگرچه در ابتدا تحت نفوذ فرهنگ یونانی رومی مانده بودند، 200 سال به همین منوال گذشت. اما آهسته آهسته تاریخنامه ها میگن در زمان مهرداد اول و دوم و بعد اردوان پنجم از شاهنشاهان قدرتمند اشکانیان دوباره آیین‌های ایرانی، جشن آیین‌های ایرانی احیا گردید. دوباره مردمان ایران به همین آیین‌های ملی خود برگشتند و شاهان اشکانی خودشان را شاهنشاه میگفتند و از تبار خهامنشیان میدانستند. و یک زمان مثلا نو، زمان عرصه تازه به میان می آید که مثلا آنجا باز روزگار دیگر است، زندگی دیگر است، فرهنگ و تمدن دیگر. حالا در برنامه‌های آینده که سلسله ساسانیان، آغاز حکومت ساسانیان آغاز می شود و این سلسله در شاهنامه بیشتر پرداخته شده است، ما می توانیم که معلومات بیشتر و مهمتری را برای بینندگان خود پیشنهاد نماییم. سلامت باشید. از شما مندور هستیم که وقت گفته به صحبت ما آمدید و یک داستان بسیار زیبا را برای بیننده تلویزیون سفینه قصه نمودید. سلامت باشید. بینندگان عزیز، خاطررسان می‌کنیم که در صحبت ما بودند بهروز ذبیح الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. تا صحبت دیگر شاد بمانید.